مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 31 مای سال 2023 در نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی خبر 2 روز پیش نشر کرده پایگاه خبری بام داد درباره از طرف پولچینک یک مرشروطکه کشته شدن طبیب بیمارخانه استقلال محمد علی اکبروف تصدیق کرده و گفت نفر متهم نورس 17 ساله ساکن نویه سینای شهر دوشنبه به حبس پیشکی گرفته شده است. وزارت کارهای داخلی گفت این کشتار از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه رودکی آشکار شده است. بنا به فرضیه مقامات روز 19 مای سال 2023 تخمینا ساعت 14:40 نابالغ 17 ساله ساکن نویه سینا درای دهه چوریکاران نویه رودکی با اکرموف محمد علی سال تولدش 1963 ساکن شهر دوشنبه و طبیب بیمارخانه استقلال بحث و مناظره کرده با استفاده از زور آوری با مشت بر روی اکرموف یک ضربه زده است که در نتیجه اکرموف به زمین افتاده سرش به بتون کنار راه برخورده است. خود این نورس جریان حادثه را چنین نقل کرد: در ایستگاه چوریکاران من کردند، 3 کس بود، 2 در قفو نشستند. همان مردک گفت که من در پیش میشینم. گفتم که امکی پیش محکم است، از قفو بشین. برای این قدر گپ در رو پوشید و اوچت را فلان کنم گفت. بعد سرم ویران شد، فر اومدم یک مشت در بر رویش زدم که غلطید. بعد دیدم که از سرش خون ریخته ایستاده است. گرفتیم در مشروطکه بارش کردیم و زود به بیمارخانه بردیم. اکرموف روز 28 مای بر اثر جراحت‌های وزنین برای حیات و سلامتی خطرناک در بیمارستان جان داد. نماینده شعبه وزارت کارهای داخلی یک نویه رودکی که نامش گفته نشد در این گزارش خبر داد که 22 مای سال 2023 از جانب شعبه تفتیشاتی میلیس این نویه در رابطه با این حادثه نسبت به نابالغ بر اساس ماده 110 قسم 3 بند و یعنی رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی که از بی‌احتیاطی باعث مرگ جبری دیده گشته است پرونده جنایتی آغاز کرده شده نام برده در حبس پیشکی قرار دارد. اما فرضیه وزارت کارهای داخلی سوالها و شبهه‌های زیادی را در ذهنها ایجاد می‌کند. از جمله نماینده میلیس رودکی میگوید که به ضد نورس هنوز روز 22 مای با اتهام رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی که باعث مرگ جبری دیده شده است پرونده گشودند. آیا میلیس با این اتهام چگونه روز 29 مای میتوانست پرونده گشاید وقتی که اکرموف روز 28 مای جان داد؟ منابعی که به بامداد خبر کشتار دکتر اکرموف را داد فرضیه گویا با یک ضرب مشت کشته شدن او را نیز زیر شبهه میگذارند و میگویند یک نورس چگونه میتوانست یک مرد برکمال را با یک مشت از پای افشاند و آنچنان مجروح کند که او بمیرد. منبع بامداد همچنان اصرار می‌ورزند که دکتر اکرموف با منطراف که زده کشتند. او ادعای گویا از جانب خود راننده و پولچینکش به بیمارخانه بردن جبر دیده را رد می‌کند و میگوید که این 2 نفر بعد لطکوب دکتر اکرموف به ماشین خود نشسته جای حادثه را ترک کردند و جبر دیده را راهگذران دیگر به بیمارستان بردند. همین طور چنین به نظر می‌رسد که این نورس را تنها بعد نشر گزارش بامداد و رسانه‌ای شدن خبر کشتار دکتر اکرموف به حبس گرفتند، چون که قبلا نزدیکان مرحوم از آن نگرانی داشتند که تا حال برای قتل او کسی دستگیر نشده است و راننده مرشروطکه و پولچینک او که خویشاوندان محمد علی اکرموف آنها را گناهکار می‌کردند در آزادی قرار داشته حتی در امان خطسیر رقم 28 همچنان به مسافرکشانی مشغولند. همچنین روز 3 مای همگی چند ساعت پیش از نشر برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی به سامانه محلی پرس تیجی خبر داده بود که از سبب آنکه کندوکتور نابالغ است تا پایان تفتیشات در آزادی ولی زیر نظارت خواهد بود.